حدود 50 باشنده محله اسماعیلی سامانی شهر خوجند و ساکنان حولیهای استقامتی جماعت به نام حیدر عثمان فیناهی و جان غفورов ضد ساختمان بنای نوی استقامتی در نزدیکی منزل‌هایشان به مقامات نظارت کننده مراجعت کردند. آنها میگویند در مرز شهر خوجند و ناحیه باجان غفورов به رضایت اهالی به یک صاحبکار محلی اجازه ساختمان داده شده است. اینجا 16 اتجاه میشه که اینجا ماشینا گذاشته نمیتونه خدا نگاه دارد پجر شود پجرنیکا چه در آبرو میکنه یک تا پجرنی بیاد دویمش کجا جا میشه. ساکنان میگویند ساختمان بنای بسیار قبضه از چند جهت برای زیست خوفناک می شود و هم شرایط رساندن آب و برق یا کار کاریز مشکل می گردد. ولی برخی از باشندگان برانند که اگر مقامات برای ساختمان انشاءات این موضع را به نقشه گرفته باشد باید بنای خرد باشد. فکری شخصی من اگر گویم اگر همونجا آباد میشدگی باشد و بلند نمیشدگی باشد و یک کس ضرر نمیشدگی باشد بهتر. بلند آشیانه شود جدای هم اینجا بیسری بسیار میشد. من میخوام باغچه میخوام ساختمان نشود نه شود آبادی میشد و یگان کردستان می یگان همه خیلی رها شود. بناکار یا صاحب ملک هرچند در روز نوارگیری در جای حادثه بود نخواست در این باره ویدیویی گپ زند، اما در صحبت بدون ثبت گفت که همه حجت‌های ضروری را دارد و ساختمانش قانونی خواهد بود. در حالت کنونی ادعای اهالی آن است که مقامات و صاحبکار با ساختمان این بنای استقامتی چندین ماده کودکس شهرسازی جمهوری تاجیکستان را پایمال می‌کنند. مطابق نرم‌های استانداردی ساختمانی هیچ مطابقت نمی‌کند. اینجا راهی ملابویف میباشد، کوچه ملابویف میباشد و بنای بسیار آشانه باید که نکم از 20 متر از بنایی که حاضر میباشد باید که دورتر باشد. اما اینجا همگی 4.5-5 متر هم نمیبرد بین دام. کارمندان بخش معماری و شهرسازی ناحیه باجان غفورов نیز حاضر نشدند این مسئله را در صحبت ویدیویی شرح دهند، ولی گفتند که پس از شکایت پیوسته ساکنان مسئله بازآموزی می شود و نتیجه آن را دسترس خواهند کرد. در همین حال ساکنان چشم به راه جواب مقامات از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت هستند. مسئله ساختمان بناهای بلندآشانه در شهر و نواحی تاجیکستان تا رفت بیشتر می شود و یک سبب اساسی نارضایتی اهالی آن است که چنین ساختمانها را مقامات در بین محله های تنگ و مشکل گذر اجازت می دهند، زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبورهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته میگویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باجان غفورov.